خبرهای مهم اقتصادی، تحلیل‌های مالیوی، نظر کارشناسان، بالا بردن معرفت مالیوی، این همه در برنامه اقتصادی تفسیر. توازن تجارت بین تاجیکستان و قزاقستان در 3 ماه اول سال 2025. قزاقستان برای تاجیکستان یکی از کشورهای شریک اقتصادی به حساب می‌رود. در 3 ماه اول سال 2025 توازن تجارت بین دو کشور به مراتب افزایش یافته است، اما از معلومات آماری برمی‌آید که واردات بیشتر از صادرات است. دوام 3 ماه اول سال 2025 تاجیکستان از قزاقستان با مبلغ 257 میلیون دلار مال و محصولات خریداری نموده است. در این مدت صادرات از تاجیکستان به قزاقستان نزدیک به 18 میلیون دلار رسیده است. از قزاقستان به تاجیکستان چی وارد می شود؟ معلومات از سالهای گذشته و تمایل‌های اقتصادی نشان می‌دهند اساساً قزاقستان به تاجیکستان محصولات غله‌دانگی می‌فرستد، زیرا تاجیکستان قسم زیادی محصولات غله‌دانه از جمله گندم را از قزاقستان خریداری می‌کند. در زمینه بعدی محصولات نفتی می‌ایستد، یعنی سوزشواری، روغن برای کارخانه‌های صنعتی، محصولات متلی از قبیل مس، آلومینی، آهن، مساله ساختمانی، نوری‌های مینرالی از قزاقستان به کشور ما وارد کرده می‌شوند. پس سوالی به میان می‌آید: تاجیکستان به قزاقستان چی صادرات می‌کند؟ صادرات تاجیکستان به قزاقستان اساساً عبارت است از محصولات کشاورزی، یعنی میوه و سبزیجات، زیرا تاجیکستان از این لحاظ خیلی بای است. در بعضی حالت‌ها تاجیکستان به قزاقستان پختن صادرات می‌کند، بعداً کندنی‌های فایده‌ناک، یعنی معدن‌های نقره، طلا که به طور محدود یعنی کم صادرات می‌شود. از تاجیکستان به قزاقستان آب‌های معدنی و محصولات خرد صنعتی نیز صادرات کرده می‌شوند. пардохти маблағи таваққуфгоҳ бо амонат мобайл қулай, осон ва дар як лаҳза анҷом дода мешавад. ба барнома ворид шуда равзанаи пардохти таваққуфро интихоб намоед. сипас рақами мошин ва маблағи заруриро дарҷ намуда тугмачаи пардохт карданро зер намоед. маблағи шумо қабул гардид.